бахшида ба 25-мин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, телевизиони Симо дар ҳамкорӣ бо ширкати ватании Рахш такси 3333 дар шаҳри Панҷакент озмуни телевизионии рассоми беҳтаринро эълон намуда буд. маросими ҷамъбасти озмуни мазкур дар назди майдони парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар озмун доираи васеи кӯдакону наврасон иштироки фаъолона намуда дар фазои кушод манзараҳоро тасвир намуданд. روز و شب در اختیارم، هر کجا رفتم سوارم، انتخابم اعتمادم، میروم با رخش تاکسی، انتخابم رخش تاکسی، میروم با رخش تاکسی، رخش تاکسی همراه من، هم دوست و یاور من، زودکار و عاجلانه دائما اوست در بر من. رخش تاکسی همراه من، هم دوست و یاور من، زودکار و عاجلانه دائما اوست در بر من. از خیابون خانه به خانه من با ماشین های زمانه، با فراغت آروم و راحت میکنم سیری دوشنبه. من که مفتون به این دیارم، از تماشاش سری ندارم، من چون رستم رخش سوارم، میکنم سیری دوشنبه. روز و شب در اختیارم، هر کجا رفتم سوارم، انتخابم اعتمادم، میروم با رخش تاکسی، انتخابم رخش تاکسی، میروم با رخش تاکسی، رخش تاکسی همراه من، هم دوست و یاور من، زودکار و عاجلانه دائما اوست در بر من. رخش تاکسی همراه من، هم دوست و یاور من، زودکار و عاجلانه دائما اوست در بر من. روز و شب در اختیارم، هر کجا رفتم سوارم، انتخابم اعتمادم، میروم با رخش تاکسی، انتخابم رخش تاکسی، میروم با رخش تاکسی، رخش تاکسی همراه من، هم دوست و یاور من، زودکار و عاجلانه دائما اوست در بر من. رخش تاکسی همراه من، هم دوست و یاور من، زودکار و عاجلانه دائما اوست در بر من. از خیابون خانه به خانه من با ماشین های زمانه، با فراغت آروم و راحت میکنم سیری دوشنبه. من که مفتون به این دیارم، از تماشاش سری ندارم،
من چون رستم رخش سوارم میکنم سیری دوشنبه روز و شب در اختیارم هر کجا رفتم سوارم انتخابم اعتمادم میروم با رخش تاکسی انتخابم رخش تاکسی میروم با رخش تاکسی رخش تاکسی همراه من هم دوست و یاور من زود کار و عاجلانه دائما اوست در بر من رخش تاکسی همراه من هم دوست و یاور من زود کار و عاجلانه دائما اوست در بر من بهر فراغت اشتراکچیان مسئولین آزمون با آنها بازی‌های گوناگون گذرانیده بهر هوسمند نمودن آنها را با تحفه‌ها سرفراز گردانیدند. در وقتی معین شده آزمون جنببست گردیده هیئت حکمان غالبان را معین نمودند.
در مراسم جمع‌بستی آزمون تلویزیونی رسام بهترین، معاون رئیس شهر پنجکند نقیبی پروینه سخنرانی نموده اشتراکچیان را از نام مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکند با روز وحدت ملی تبریک و مبارکباد گفته قید نمود که اقدام پیشگرفته تلویزیون سیما و شرکت رخش تاکسی را مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر همه جانبه دستگیری می نماید و برای برگزار نمودن آزمون‌های گوناگون و هوسمند نمودن کودکان و نورسان به شرکت صدا و سیما و رخش تاکسی اظهار منتداری بیان نمود. در پرتو دستور و هدایت‌ها و راهنمایی‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و در دایره نقشه چاره‌بینی‌های تجلیل 25مین سالگرد روز وحدت ملی امروز در سراسر کشور عزیزمون از جمله در شهر باستانی پنجکند نیز تدبیرهای فرهنگی و معرفتی جریان دارند. در این راستا امروز در همکاری جمعیت دارای مسئولیتش محدود صدا و سیما با شرکت رخش تاکسی آزمون تلویزیونی رسام بهترین دایر به 25مین سالگرد روز وحدت ملی در بین کودکان و نورسان دور جنبستی آزمونی مذکور برگزار گردید و طور شاهد هستیم در این آزمون بهترین رسم‌های کودکان و نورسان و معرض تماشا گذاشته شده. غالبان با تحفه‌های خاطره‌ای سرفراز گردانیده می‌شوند. با استفاده از فرصت مناسب از نام رئیس شهر پنجکند محترم خالقزاده عبدالخالق صنوبر و تشکیل کنندگان و اشتراکچیان آزمون تلویزیونی رسام بهترین برای کامیابی ها تمنا دارم و اطمینان کامل دارم که نسل نورس جامعه امروز در روحیه احترام ارزش‌های دولتی و ملی به کمال رسیده در آینده نیز بسی وحدت و یگانگی ساکنان تاجیکستان عزیز را تصویر و ترنم می‌سازد. سعادت و سربلند باشید. حاضرین گرامی، حالا مراسم سپردن سپاسنامه، افتخارنامه و تحفه‌ها به اشتراکچیان فعال آزمون. افتخارنامه مکافاتانیده می شود و بابای و انیسه برای اشتراک فعالانه در آزمون تلویزیونی رسام بهترین بخشیده برای وحدت ملی. همین گونه افتخارنامه به خدایار و جهان‌آرا خردکی آزمون جورزاده اسماعیل قربان و پریناز سویر و مفتونه
سپاریده می شود به عطایف عبدالله. افتخارنامه به اشتراکچی خردکک آزمون شهرزاده عزیزه 5 ساله. افتخارنامه برای اشغال جای سیوم سپاریده می شود به عزیزقلب شادبخت. برای اشغال جای دوم در آزمون تلویزیونی رسام بهترین خلیلوف امیرجان. برای اشغال جای یکم در آزمون تلویزیونی رسام بهترین افتخارنامه سپاریده می شود به واصف و به مرجانه. افتخارنامه برای اشغال شاه جایزه در آزمون تلویزیونی رسام بهترین سپاریده می شود به امام حسین حسینوف. نداری خود را با تلویزیون سیما که پیوسته برای انمین تشکیل آزمون برای ما یعنی با ما همکاری کرده انمین آزمون را تشکیل کردن میرسونم و انمین شرکت رخش تاکسی تصمیم گرفته است که بهر والدخوالی کودکان و جوانان و نورسان یک قطار آزمون ها پای در پای تشکیل کرده و انمین جوانان و نورسان را شاد و خرسند میگرداند. موفقیت برای کار شما. در امروز خورسندی کودکان و نورسان و والدانро حد و کنار نبود و آنها با خوشحالی به تلویزیون سیما و رخش تاکسی برای گذراندن آزمون‌های گوناگون منتداری صمیمی خود را بیان داشتند. من حسین امام حسین می باشم. امروز در اینجا من بنای حکومت را تصویر نمودم و در صاحب شاه جایزه شدم. من منتداریم را به شرکت رخش تاکسی و صدا و سیما می رسانم. من رسیخوب جانانه امروز در آزمون رسامانی بهترین اشتراک دارم که تشکیل کنندگان این صدا و سیمای شهر پنجکن و سرپرست آن رخش تاکسی می باشد. من نداره خود را به صدا و سیمای شهر پنجکن می رسانم که برای ما نورسان چنین آزمون ها را پیشکش نمودم. من خودی را به منیژه امیدواری صنعت تصویری در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 46 کار و فعالیت میکنم. امروز من در آزمون رسام بهترین که بخشیده به وحدت ملی برگزار گردیده ایستاده است شاگردان خود را آوردم تا که هنری رسامی خود را به معرض تماشا گذارند و به خلق و وطن خود حسی وطندوستی خود را نشان داده، به خلق و وطن خود کمی هم باشد هنری خود را نشان داده تماشابینان را سرفراز گردانند. خوانندگان شاگردان من در صنف 7 تحصیل میکنند و آنها حالا در اینجا رسم‌های بهترین را تحصیل کرده ایستادند. از آن جمله دیگر خوانندگانی که در اینجا هستند آنها نیز بسیار رسم‌های زیبا را تحصیل کرده ایستادند. من خیلی خرسند هستم که رسامان آینده ما بسیار هستند و دوام یافته ایستادند تا هنری گذشتگان ما را به آینده نسل نورس نشان دهند و آنها به کارهایشان موفقیت خواهند. بگذار آنها در آینده رسامان بهترین شده تاجیکستان ما را به عرصه‌های بلند رسانند و از این ما همه خرسند میشویم و به خلق و وطن خود خدمت کنیم. واقعا هم برگزاری این گونه آزمون‌ها حسی وطندوستی کودکان و نورسان را زیاد می‌گرداند و شوق آنها را به خواندن و آموختن کسب و هنر بیدار می‌سازد.